اعضای حزب‌های سیاسی تاجیکستان از حق عضویت در کمیسیه مرکزی انتخابات یک نهاد ناظر به جریان رایدهی و شمارش آواز محروم شدند. وکیلان مجلس نمایندگان روز 24 ایون یک دلانه قانون نو درباره کمیسیه مرکزی انتخابات را قبول کردند که حزب‌های سیاسی نمی‌توانند اعضای آن باشند. با مقصد تامین بی‌طرفی و پلیسی اعضای کمیسیه انتخاباتی جمهوری شهر نمایندگی و کمیسیه پایانی آنها پیشگیری نمودن تاثیررسانی سوبیکت‌های روند انتخاباتی و خارج کمیسیه انتخاباتی تهیه کرد. نمایندگان 5 حزب سیاسی در پارلمان از طرح نو قانون که آنها را از اعضایی در کمیسیه مرکزی انتخابات محروم می‌کند جانبداری کردند. حزب‌های سیاسی که در پارلمان نماینده دارند اعضای حزب نبودن نمایندگان این کمیسیه را باعث شفاف شدن روند انتخابات عنوان کردند. بیشتر نمایندگان حزب‌ها بر آن اشاره می‌کنند که تا این زمان با زیاد بودن اعضای حزب خلق دموکراتی نمایندگان آنها هم در کمیسیه ها بیشتر بود. در اکثر حالات و در اکثر کمیسیه ها تعداد نمایندگی از حزب‌های سیاسی مملکت برابر نبود. مثلا در کمیسیه مرکزی انتخابات 13 نفر ولی از حزب اگراری مثلا از ما 1 نفر با اونجا شامل بود. من میدونم که از حزب دیگر هم همین خیلی بود و اکثرا از یک حزب خلق دموکراتی. بله ما باوری داریم که اشتراک حزب‌ها در آماده‌گیری و نتیجه‌گیری انتخابات درست‌تر و راه مانده میشه. وکیلان پارلمان گفتند بر اساس طرح پیشنهادی اعضای حزب‌های سیاسی می‌توانند به حیث ناظر و عضو قطعه‌های انتخاباتی جریان آوازدهی را نظارت کنند. بعضی از منتقدان تغییرات در هیئت کمیسیه مرکزی انتخابات را تعمیر کاسمتیکی می‌دانند که با باوری آنها به سازمان‌های بین‌المللی پیام دگرگونه می‌دهد. کمترین دستاوردی که در نظام انتخابات در رابطه به تأمین شفافیت و کفالت انتخابات عادلانه مطابق به اسناد حقوقی بین المللی بود این نیز برباد رفت، زیرا که یکی از کفالت‌های مهم و واسطه تأمین انتخابات آزاد و شفاف و عادلانه نمایندگی برابری حزب‌های سیاسی در کمیسیه مرکزی انتخابات برای پرسی حوزه‌ها و به خصوص участкه‌های انتخاباتی میباشد. تغییرات در حال پیشنهاد شده است که سال آینده در تاجیکستان انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی برگزار خواهد شد.